با خواهش و درخواست بعضی از دوستان نوار دیگری را درباره هایت باستانی برایتان تهیه میکنیم. خب با ما باشید. راستی وقتی هایت را به یاد میاری، کوههای سر در فلک و چشمه ها و شرشره های افسانویش به یاد می آید و مردم مهمان دوست و موی سفیدان نورانیش. اینجا زندگی جوش می زند. مردم آرام و آسودند. در آوان استقلال مردم فرح دارند، چون 1000 ساله پیشین در خانه ها بوی نان تنوری به دماغ می رسد. نوعروسان و زنان به خاطر آینده درخشان آرزو و آمال خیش را روی چادر و بردیواری و سرانداز می ریزند. کودکان و طفلکان سرگرم بازی و خوشحال و آسودند. بابای محمود احمدوی 99 ساله چون رمز جاویدانی سنت های اجداد رسمی طبق و قاشق تراشی را از دست رها نکرده به نبگان خود می آموزاند. او و تمام مردم هایت به عنعنه های پیشین صداقت دارند و از زبانشان شهد می برد. مردم مهنتی و مهمان دوستی دارد اینجا. مردم سرگرم کارند. منظره های هایت برای خارجیان افسانه سان هست. البته این هم از ذخیره های بی‌نظیر خلق کشورند. این آوان استفاده این منطقه ها در توریسم بین المللی به سود جامعه بود. چشمه ها و آب های گوناگونی دارد. مخصوصا در فصل بهار این وادی باز زیباتر می شود. رستنی های شفاهی و گل و گلزارهای خیلی زیادی دارد و برای چارواداری بسیار منطقه های مناسب و موافق دارد. در قسمت بالای هایت تقریبا در بلندی 3000 متر از سطح بر کل کلان جایگیر است. از این کل چشمه ها و جوی ها فواره زده به طرف شهرچه های جاری می شوند که مردم از این به پرگی استفاده می کنند و کشت می کنند و باغ ها بنیاد می کنند. بیننده عزیز و گرامی، واقعا هم هایت گنج نهفته است، نیاز به معرفی دارد. اینجا مکان مردمان مهنتی و مهمان دوست است که هر سیاحی را به خود جلب می کند. سرزمین پربرکتی است. هر سال هزاران نفر از سیاحان به اینجا آمده از این منطقه دیدن می کنند و با خاطره های زیاد و فراموش نشونده از اینجا برمی گردند. بیننده عزیز و گرامی، آنقدر که توانستم و امکانیت داشتم برایتان از سرزمین کهن بنیادی هایت باستانی نمایش دادم. چند لحظه با شما بودم. من عبدالحمید عبدالرؤوف. خیر، خدا نگهبانتان.